برا از من روزی شنیدم که سراف السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. خدایا غیر تو به کسی سجده نکردم، شکر میکنم که نکردم. در نظر من سرخم هستم. اگر وطن، ملت و ایمانمان در سلامت باشد، در آتش سوختن برایم لطف است. لیکن این آدمی که در نظرم راست ایستاده است، از تو برایش رحمت طلب میکنم. خدایا این هم به مانند همه بیگناه تولد شده است، برای خطا رفت. اگر در حقش حکم داده نشده باشد، از دری توبه نگذشته باشد و اصلاحش ممکن باشد، و او نیز رحم کن. در مدتی کوتاه و دلش مرحمت را جای کن. ای خدای مهربان، از تو التجا میکنم، در دل این مرد رحم را جای کن. برای چی نمیترسی ای مرد؟ آخر میمیری. آمادم. دارو رو دار. دارو رو دار آخه. چرا حیوان؟ برای چی؟ ها؟ چی برای چی؟ اگر به من تعظیم میکردی جانت را میبخشیدم. برای چی ها؟ آنگونه گپ میزنی گویا تو به انسان حیات بخشیده باشی، همه چیز در دست تو باشد. لیکن یک چیز را فراموش نکن کلیج دهن، حیات را خداوند بخشیده است. که جان را داده باشد صاحبش همان است. امانت را به صاحبش میسپارم، چرا شرم کنم؟ اکنون مرا پران کلیش دهند. پران آوازم نمی براید. به این هم قوه و طاقتم نمانده است. مردی 70 ساله هستم. 3-4 روز پیریم را به جوانی آخرت به عوض کردن راضی هستم.
پران، شاید برای تو شخصی کشته چلم یا اینکه 50 می شود. مرا هم پران، اما این را هرگز فراموش نکن کلیج دهن که روز نوبتی تو هم می رسد، تو هم می میری. من با چنین مرگ دوان می روم کلیج دهن. تو چی؟ تو چخیل می مرده باشی؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. حیوان. نرم نشو کلیچ، نرم نشو. بگذار آنها چه که باور میکنن همون خیل زندگی کنند. تو جانت را بر وقت از دست داده ای. چی گپ شد؟ ایاز مرا محافظت کن، من برای خلاص کردن گل میروم. اکا احتیاط شو! ایاز با ایاز چیزی می شود؟ ایاز رو بشیر حمایت میکند. با من باور کن. چه شد سفر؟ آدمان پیچیده اطرافمان را احاطه کردند. حمله میکنم. فرهاد هم در همینجاست. فرهاد گفتی؟ بلا سند. تو بار بیاز، تو بار اومدیم نجات میابی. سلاحت را پرتا. تو پرتا کلیج. تا مردنت رو نبینم من جان نمیدیم. میدونی فرهاد، کشتنی تو برای من بازی کودکانه است. بی نهایت آسان. با یک تیر مغزی سرت پاش میخورد. مرا کشتن چنان دشوار است که در درون من نه یک بلکه هزارها فرهادها هست. حمزه، شیرین، غریب، بلال، درویش، ستلمیش، همه این نام ها را من در دل جای کردم. یک انسان را تنها یک مرتبه میکشی، اما گناه های گرفته در آن دنیا تو را میکشند، زنده کرده باز میکشند. این آدمان را تو بار دیگر کشته نمیتوانی، برای آنکه من بعد ما ابدی هستیم.
میدانی انتقام درون انسان را با مانند آتش میسوزاند. چشمانت را، دلت را، جیگرت را. هنگامی هر نفسی گرفتد آوازش گوشهایت را کر میکند. برای زندگی کردن باید آن آتش در درون داشتت را خاموش کنی. آن نامهایی که گفتی اگر همه آنها را تکرارا گلوگیر کنم هم آتش درونت را خاموش کردن نمیتوانم فرهاد. برای آن که از من دخترم را گرفتی، تو از من یلدیز را گرفتی. به اطرافت نگر، بین، به اطراف نظر کن، بیپرس آنها کیستند. مادرت مرده باشد خواهرت هست. اگر خواهرت مرده باشد دوست داشته‌ات هست. اگر دوست داشته‌ات مرده باشد رفیقانت هست. اما من چی؟ تو از من دخترم را گرفتی فرهاد. در اطراف من به غیر از یلدیز دیگر کسی نبود. داو پرون زود باش سفر. جناب تحسین، شما امکی صراف را جویید. من باشم رفته گل را میکوبم. با خبرهای خوش بآخرین فرهاد. خودت را احتیاط کن. فرهاد، گل باز مرا ترک نکردی ها؟ این خیلی با آسانی از من خلاص نخواهی شد. راستی گپ هنگامی نبودنت کمی دم گرفتم، گویا که در تعطیل باشم. فرهاد، امکی صراف را نجات دادید. ایاز و جناب تحسین به جستجوی او رفتند. امکی صراف، خدا را شکر. امک، مرا ببخشید امک. این همه مصیبت با سبب من به سرتون آمد. ببخشید. خدا بزرگ است. پسرم این خیل نگوی. شمایان کوبه بازو و دلتان را برای دوا دادید. من باشم دعای ناچیزم را دادن و هم هیچ بد نشد. پسرم همین دور به حضور خدا رفتن را یاد کرده بودم. از این برمی آید که حالا وقتم نرسیده است، اما مسافری این را به هیجانش برای من بسنده است. پسرم افسوس همه حجت ها را آتش زدن. آرزوهایمون، صبر سالهای گذشته‌مون، آینده‌مون، همش خاکستر شد. این دنیایی نیست که خوبان غالب شود امک. دائما ظلم ظالم ناچارها را میزند.
کمی آهسته ران ظفر، همش گذشت. در حقیقت پس سر کردیم. آخر قماندان شما ماشین رو با سرعت میرونید. خیریت خدا نگاه داشت، وگرنه فساد ما دوچار میشدیم. اردی که نابکار، در اینجا چی کار میکنی؟ جناب من پرنده نمیتوانم. آدمان حمله کردن، من باشم در درون ماشین پنهان شدم. چه خیلی پرنده نمیتوانی؟ پس چطور اعضای ژیتم شدی؟ در ارتش ناگهان دست رفیقم را شکستم. همین طور قماندانم مرا به ژیتم فرستاد که اینجا موفق شوم. زود از ماشین فرا، به نزد رفیقانت برگرد، یا همراه آنها مبارزه برده میمیری یا این که نمرده صحت و سلامت به نظرم برمیگردی. فهمیدی ها؟ از ماشین فرا زودتر، وگرنه تو را برای عبرت دیگران شدن میپرانم. اما جناب فرا گفتم، زود. اطاعت قماندان. فرا. ظفر هی کن. خوب شد از قماندان. احتیاط کار باش، باز به صد من دوچار نشوی. چی شد؟ احوالش چطور است؟ صحت می شود؟ شما با بیمار کی می شوید؟ ما نیت اویله دار شدنی داشتیم، حتی به نکاح رفتنی بودیم، ناگهان چنین شد. از دستمون چی کاری که باید میکنیم؟ شما خواطر نشوید، لیکن خونی بیمار خیلی کم شده است، عاجلا به خون نیاز دارد. بیمار یگان نفر نزدیک، اکا، دادر و یا خواهر دارد. گوش کنید جناب، اگر بیمار یگان نفر نزدیک داشته باشد با ما گویید که خبر دهیم، وگرنه احوال بیمار طرف بد می شود. اکا خویش صفر ایر اش لازم است. بله از آن من موافق است. اگر خواهید از من گیرید زود همراهی من بیایید. قماندان قماندان شما خوب هستید؟ قماندان یگان چیز گویید آخر خوب هستید؟ کمی پس در طرف راست است ظفر. ماشین را دار گفتم ظفر. از ماشین فرا ظفر. فرا ظفر. کمی پیش ما چی کار کردیم ظفر؟ فرهاد را از دست ما گریزاندیم قماندان. کمی از طرف مثبت نگاه کن ظفر. چی خیل؟ فکر کن، در دست آنها بر ضد ما یگان دلیلی هست؟ نیست. ما حجت ها را چیکار کردیم؟ آتش زدیم، نیست کردیم، دراندیم. همین خیل نیست؟ این درست است؟ بله. این طور باشد حالا چیکار میکنیم ظفر؟ نمیدونم. رقص میکنیم. دستانت را بردار ظفر. چه خیل؟ این خیل. ای ایزی بدبخت، سوختم ایزی بدبخت، رقص کن. از مادرش از مادرش رنجیده در بام خواب کرده است. ای بچه شیرین، ای جوانی خوب ایست. از مادرش رنجیده در بام خواب می کرده است. سوختم جوانی بدبخت، ای ایزی بدبخت، رقص کن. سوختم ایزی بدبخت، از مادرش رنجیده است. سوختم ایزی بدبخت، رقص کن، رقص کن. دین دین دان 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 دین دان. جزایی همتون را دادم، از همتون خلاص شدم. جنبان ظفر، جنبان. به همش من سبب شدم. اگر من گپ نمیزدم امروز آن حجت ها در دست ما میشد. اما که صرف را نیز به خطر گرفتار نمیکردم. تو خطایی نکردی. برای خائنی های کلیچکو را گناهگار نکردن را تو به من یاد داده بودی. حالا باشد نوبتی توست. الکی کاری شدگی شد. خوشکنه چی کار میکنی؟ همه چیز را به آخر رساندیم جناب تحسین. نه از اول سر کرده میتوانیم و نه از نصف دوام داده میتوانیم. نمیدانم چیکار کنم. هیچ غم نه پسرم. چخیلی که مردم میگویند پایان شب سیاه سفید است. پس از هر یک مشکلی آسانی نیست هست. این
انتظار می شود. صبر کرده انتظار می شود. اگر ما از مبارزه دست کشیم دیر دوام نمی کند. پس از 10-15 سال خیانت تمامی کشور را احاطه می کند. احوالمان از روزهای وزنین جنگ دوم جهان هم وزنین تر می شود. حاضر اگر گوییم این به نظر افسانه برین می تابد، اما در آن وقت این ملت این روز سختی طرف را می بیند. از یک طرف خزینه دولت تنو و تارا شود، از طرف دیگر باشد زمین پاره پاره می شود. برای این ما باید کوشش کنیم. اگر کوشش کنیم روزهای نیک نزدیک می شود. انشاءالله. خدا خواهد اما کسروف، خدا خواهد. برای واخوری نزدیک پچلی آمدم. تو کیستی؟ البته به اینجا بیکار در اومده نمی شود. آخر بیعقل هستم. تو از من کد رو میخوایی؟ مزدکه چی میگوی خواهرم؟ از پس کارش شو. این تر باشد این نیست. نتونم کلمه پیچیلی رو به مزدکه مانند کردم. این تر باشد که درست بوده است. یافتم. اگر نبینی اصل میشود ببینی کوه میشود. شبانه مرا به بلا گرفتار نکن. رو از پس کارش شو. خدایا توبه. گپ دارم. یک دقیقه. سرده نزدیک نشو. تو هم نزدیک نشو. تو اون جاسوسی که در اون خونه فرما بودی همون نیستی؟ با در اون رفتیم. راه گرد. یک دقیقه کت خطا بود مگر مزدکه نبود. ایستید. یک دقیقه ایستید. این آوازی کیست؟ آیشه؟ بی‌ضرر است. آیشه چی شد؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ برای بیکار یعنی بیخبر آمدن عذر میپرسم از همه اتون. خوش آمدی دخترم، خوش آمدی. آیشه از تو میپرسم در اینجا چی کار میکنی؟ در دست من چیزهایی هست که آید شماست. اینها رو هنگامی از نظر گذراندن آتش زدنی بودن. من باشم. یک دو تاش را پنهان کردم. حجت ها. اینها حجت ها است. آفرین با تو. تو میدونی چی کار کردی؟ آی باز چی کار کردم قماندان؟ مگر سلام ندادم؟ آیشه اردگر زروم امر کنید قماندان. داد زن آیشه داد زن. امروز چقدر که توانی داد زن. چی شد؟ نتیجه توموگرافی را نیز دیدن میخواهم. احوالش چطور است؟ جراحی با موفق گذشت. خطر را پسی سر کرد. خدا شفا دهد. سفسطه نخوان سوش. به خود بیا. تو چی نقشه داری فرهاد؟ با این حجت ها چی کار میکنیم؟ اگر خواهی به مرد زنگ زده به پخش مستقیم برآمد کنیم. جناب تحسین، برای حل کردن این کار به قوه بزرگتر نیاز داریم و من کی بودنی این قوه را میدانم. کی؟ اوف، دیروز به نهایت بسیار نوشیدیم. سرم درد میکند. اسرا قهوه تیار کن. کلیچ سواش باز به خانه نآمد. به این هم بیاید سحرگاه می آید. چی شد گویم یگان چیز هم نمی گوید. کمی با پسرت مشغول شو، صحبت کن. معلوم است که پسرمون چی درد دارد. اسرا سحرگاه سرم را درزمال نکن. چیزی که گویم همان را کن. فهمیدی؟ نمیخواهم که طبع خوشم را ویران کنی. البته سواش باشد تبد نپرد. اما یلدیز میشد زود به نزد دخترت دویده میرفتی.
تو چی گفتی ها؟ تو چی گفتی حیوان؟ گوش کن، باری دیگر نام یلدیز را به دهان نگیر. باری دیگر گفتی تو را میکشم حیوان، فهمیدی؟ میکشم. در را کشا، زود. زود. تیمجی است؟ کلیش دهن در خانه؟ بله، اما فانه را با فانه میبرن. چی شد؟ مگر انقلاب شد؟ قماندان، به ما هرچی فرمایند اجرا میکنیم. شف نگفته شفتالوگوی. امر نمودند که شما را دستگیر کنیم. این را پرتا مسخره میکنی. فهمیدم زفر این ماست. اکنون گپ زن زفر بیاید. خود پروکرور قرار کرده است که شما را دستگیر کنیم. التماس ضدیت نشان ندهید و این روند را با اصول خاصه عملی کنیم. پسرم حذف کردید بس. همین خیلی نه؟ اکنون زفر را جیغ زنید بیاید. بس هست، از چهارچوبه نبرایید. زود از خانم دفع شوید. چی کار میکنید حیوان ها؟ برای چی دستگیر میکنید ها؟ اگر به فرمان ضدیت نشان دهید مجبور میشویم که قوه استفاده بریم. حیوان، اگر یک دست افسر بیاید هم مرا از اینجا برده نمیتوانید. شما خود را کی میشمارید ها؟ رتبه‌تان را آتش میزنم. پسرم، من کلیجدان هستم. گنرال پالکونی کلیجدان هستم. فهمیدی؟ همه‌تان را نصف میکنم. او را برید. همه‌تان را نصف میکنم. افسریتان را میگیرم. همه‌تان را نصف میکنم. اسرا، به سفر زنگ زن. سارتیهت، من قماندان شما کلیجدان هستم. گنرال پالکونی کلیجدان. با من نباید این طرح رفتار کنید. خائن‌ها، بی‌ناموس‌ها، در دستتان دلیل ندارید. نه دلیل، بلکه حجت از کلیجدان. آنها ساختند قماندان. اگر یگان چیز ساخته باشد این هم تو هستی. جوابی کارهای کرده‌ات را یک به یک میدی. گوش کنید گنرال، من هم به مانند شما افسری با شرف هستم. حالا اجازه دهید تا لباسی افسریم را بپوشم. خلق مرا در این احوال نبیند. یگان روز بیگناه بودنم اثبات می شود. من بیگناه هستم. تو به شهیدانی که این لباسهای حربی را همچون کفن میپوشند خیانت کردی کلیجدان. برای همین به نزد خلق آنگونه میبرایی که به تو زیبنده است. برید خائن را. گنرال، امروز اویدی گنرال پالکونی کلیجدان برای نشر خبرهای تازه در نزد خانه‌اش شده. همسرش اسرا دهان تا حال از خانه نبر آمده. مطبوعات پرونده فاش شده اویدی کلیجدان این فاش شدنی چیزهای روی شده ترکیه را نیز در بر میگیرد. موفق شدیم. بله اکا. در آخر کاری کلیش رو فاش کردیم دادرم. اردک، با شرافتی تو شد. سلامت باش. برای همه کارهایتان تشکر جناب اکرم. من تنها وظیفه‌ام را اجرا کردم. من در حیاتم همه آنهایی که به من خیانت کردند بخشیدم، اما به وطن خیانت کردگان را هیچگاه نمیبخشم. با چنین حجتها قلیج رهایی نمی‌یابد؟ با شما کفالت میدیم که این کار را شخصا خودم نظارت میکنم و به کلیج جزای لازمی وزنینترین را میدیم. ما باید منفیت وطن ما را حفظ کنیم. خدا از شما راضی باشد جناب اکرم. تا دمی که وطن شما بر این افسران دارد ما درهایمان را گشاده خواب میکنیم.
حیوانها مرا از اینجا برارید. کلیج دهن هستم. امروز اویدی گенرال полковник کلیج دهن برای نشر خبرهای تازه در نزد خانه‌اش ایستادیم. همسرش اسرا دهن تا از خانه نبرآمده است. مسئولین پرونده باز شده اویدی کلیج دهن اینفو شدن سیرهای روی پوش شده ترکیه را نیز در بر میگیرد. در آخر تمام شد گل. گویا که در توی دلم را رفته برده باشند. براحت نفس گرفتنم را حس کردم. چقر چقر نفس گیر. ما هم حق زندگی کردن را داریم. نترسیده زندگی کردن را نمیدونم فرهاد، اما فکرش رو کردن هم خوب است. من بعد همه دوست داشته هایم با من هستند. باز چی هم میخواستم؟ خدا خواهد به یز رو نیز پیدا کنیم. آن وقت همه چیز خوبتر می شود. انشاءالله. از شما عمر باد قرض دارم. برای نیکی هایتون خدا از شما راضی باشد. این درگاه برای شما بدن کشوده است فرهاد. اکنون رفتیم به درون دراییم. هوا بسیار خنک شد. خوب. جانان، برای ما دیگر مانع نیست و شرط نیست که مخفی اویله دار شویم. خوب، اما اول کارهایت رو برامون. آخر سراسیمه نیستیم کو. نه این دفعه چیزی رو به تأخیر نمیگذاریم. میخواهم بر وقتتر اویله دار شویم. یک لحظه با من بیا پسرم. تینجی است اما که صراف؟ تینجی است پسرم، تینجی. بیا گذر با من میشین. دلی دادرد از ولکان بر این آتش گرفته است. وقتی آیله دار شدنش آمده است. مادامی که تو سروری آیله هستی و این حادثه نیک، تو باید راهبری کنی. که خواهند آیله دار می شوند امک، من زید نیستم. این را او خود حل می کند. این خیل نمی شود پسرم. باید رازگی پدرش را بگیرد. یعنی گفتنید که شکلات و گولی را گرفته به نزد هلدون روم؟ به چشمان قاتل پدرم نگاه کرده با امر پروردگار و قول پیامبر گفته صبر پسرم، صبر تلخ است و میوه‌اش شیرین است. بعضا به دلت سنگ را گذاشته برای خرسندی نزدیکانت زندگی میکنی. یک وقتا سخن حضرت ابوبکر را به تو گفته بودم، نمیدانم که در یاد داری. خدایا وجودم را چنان کلان کن که در جهنم برای دیگر آدمان جا نماند. بجای آن که چنین زندگی کنی، این نفرت و این کین برای چی پسرم؟ او دادر من امک صراف جان و جگر و نفسم هست. برای او دنیا را زیر و زبر میکنم، دنیا را. اما در دنیا یگان سیر تا ابد نمیماند. روز شود و فهمد چی میشود. سوخته خاکی سر نمیشود مگر. عشق و محبت دل را ملایم میکند پسرم. حالا میبینی کمی وقت گذرد، آن وقت میبینی که نه زخم و نه جراحت میماند. پسرم، اطراف خانه پر از روزنامه‌نگار. چی گپ است مادر؟ برای چی پدرم را دستگیر کردن؟ او چی گناه کرده است؟ برای چی؟ چقدر وحشی بودن پدرت رو نمیدانی؟ اکنون چی می شود؟ این کاری او است ها؟ این کار را پدرم کردند. سواش میخواهم که به من وعده ده پسرم. تولا میکنم هیچگاه با پدرت مانند نشم.
تو با مانندی او نیستی. شاید نمیدونی، اما درونی تو پرزی مرحمت است، عشق است. لیکن با سبب تلاش آنها رو دیده نمیتوانی. یگان روز شخص پیدا شده همه‌اش رو به تو نشان میدهد. چقدر انسانی نیک بودنت رو به تو نشان میدهد، به تو عشق، دوست داشتن و کی بودن رو یاد میدهد. تنها انتظار شو، اما با مرحمت انتظار شو. هیچگاه دلت به مانندی پدرت سنگ نشود. التماس، التجا میکنم. من کلشدهان هستم. مرا حبس نخواهید کرد. من قهرمان خلق هستم. من قماندان هستم. قماندان شما هستم. من کلشدهان هستم. من کلشدهان هستم. مرا در اینجا حبس نخواهید کرد. مرا در اینجا حبس نخواهید کرد. مرا برارید. ارتش ها را راهبری کردم. من افسران را راهبری کردم. مرا در اینجا حبس نخواهید کرد. برارید. من کلشدهان هستم. آی سرم، به فکرم میمیرم. این چی مصیبت بود به سری ما آمد پسرکم. وای چی گپ است؟ به این چی شد؟ به خواستگاری اپم میوند. پس خوش رفت. چی؟ اپت؟ کی خواستگاری میوید؟ خواستم که شاهزاده منکو گویم، لیکن ای از این بدبخت خواستگاری میوید. ای از تنها باشد خوبتر بود. باز اکش پیدا شده است. به این احوال ما نظر کن. از سوش دهند به گونیالا. اکاش؟ این چی میگوید؟ آخر اکاش است. کلید دهند طریقی آینه نیلگون گفت. فرهاد بوده است. کی بوده است؟ همون به خواستگاری دختر می آید. فرهاد؟ فرهاد؟ کلشدهان. کلیچی برباد رفته. مگر تو آدمی که به این احوال گرفتار شدی؟ در نزدش کوه را بلرزه می آورد کلشدهان. شغال ها نامت را شنوند راهی گریز می گرفتند. نه، این آنقدر هم آسان نمی شود. من خود را به شما آسان تسلیم نمی کنم. اینطور نیست. خود را به شما تومه نمی کنم. من جان خودم را خودم می گیرم. ما خواستیم که کلن از آن جوانی بدبخت خلاص شویم. باز اولادش به سرمون آمد. امروز اکش پگاه کی میداند که کی می آید. آمدن. برای چی راست میستی؟ رفته برای مهمان های گرامیت در را کشو.
خوش آمدید. خوش باشید. مرحمت. салом хонуми бек, ман гул ҳастам. салом. гузаред, инҷо бишинед. марҳамат. марҳамат. فرهاد، تو را میشناسم. تو را بسیار خوب میشناسم خلدون. پدر رحمتی هم همیشه درباره تو گپ میزد. به یک دیگر آب از گلویتون میگذاشته است. تو با بیچارگان کمک میکرده ای، با کمبغلان نان میداده ای. پدر رحمتی هم درباره تو همین خیل میگفت، تا آن لحظه که با آن بیناموس پدرم را هر دو یک جای از پشتش پراندید. شاید تو فیشنگ را پخش نکردی، اما با پخش کننده مانع هم نشدی. کوه بر این پدرم را در پیش چشمم کشتید حیوان ها. فرهاد، گپ نزن. حالا میدونی چی کار میکنیم؟ خب میکنیم. من برای خاطرات پدر و مادرم و برای خوشبختی دادرم مهر خاموشی بر لب میزنم. تو هم خاموش میستی. یک عمر پدری عیاش شده نمیتوانی. برایش نگاه میکنی و دامادم میگویی، اما پدرش شده نمیتوانی. برای آنکه تو قاتل پدرمان هستی، این برای تو در این دنیا جزا می شود. میدونی بیاز، امروز مادرم به من تو انسان خوب هستی گفت. من خوب هستم نمیدونم بیاز. نه خود انسان خوب برای قصاص شخص دیگر رو به چنین احوال گرفتار کند. جانم درد کرده بود وقتی که ایاز جانان رو از من گرفت، گویا که از جانم پاره گوشتی رو کنده گرفته باشد. ایاز جانان را، قلبم را کشیده برد. جانان را بسیار دوست می داشتم. دیگر یگان کاری کرده نتوانستم. پدرم به من مرحمت و محبت باری هم یاد نداده است. تنها برای گرفتن قصد چقدر وحشی بودنش را یاد داد. قلیچ دهن مغلوب نمی شود. اما من امروز مغلوب شدم بیاز. مغلوب شدم. مغلوب شدی کلیج دهن، مغلوب شدی. تو رو برای قصد گرفتن استفاده نمودم بیاز. من بعد اصلاح نمی شوم. این کار راهی برگشت ندارد. برای آنکه دهنها کاری سرکردهشون رو با آخر می رسانند.
افسوس آن خون شیطانی در رگ‌های من هم سیر می‌کنند. شاید در حقیقت مرا دوست داشتی، اما مجبورم، نمیتوانم. برای از اکای ایازت قصد گرفتن مجبورم که این بازی را دوام دهم. بیاز بیاز من میبینم تو آمدن من سر نکنی. پیچلی تاریک، پیچلی. سواش چرا خاموشی؟ سواش بله، با تو گفتم. بیاز، با سبب من به این احوال گرفتار شدی. اگر من نمی شدم باز چند باری دیگر به تو گویم؟ چند باری دیگر شنیدن میخواهی؟ من ایاز رو دست میدارم، ایاز رو. اگر من یک روی نمی کردم، تو رو دوست داشته اویله دار می شویم نمی گفتم، این حادثه به سرت نمی آمد. من خواهش نبودم که شخصا تشریف بیارند، چون که من بی مادر به وای رسیدم. اما روزهای آخر این کس برایم مثل مادر بودند و خواستم در این روزهای خاطرمان در برم باشند. تشکر که آمدید و مرا خرسند کردید. مرحمت گذارید. بس است. گوش کنید، کی با کی مادری میکند، کی با کی اویله دار میشود پروا ندارم. من از شما دلگیر شدم، میفهمید؟ من میروم. مادر با کجا؟ دمت رو گیر. جناب هلدون، پدر و مادر من وفات کردند. من امروز به جای پدرم حمزه گونیال اینجا آمدم. با امر خداوند و قول پیغمبرمان دخترتان جانان را به دادرم ایاز خواستگارم.
خدا خوشبخت گرداند. دخترم را به ایاز دادم. اوه نهایت. چی شو؟ با کجا می رویم؟ میدانستم که تو مرا تومه آنها نمی کنی و حتما برای نجاتم می آیی. ای کلیچ، یک بار عقلت را استفاده نکردی. دائما یک روی کردی، یک بار گپم را گوش می کردی. حالا نه در اینجا بلکه در مجلسگاه شمپان می نوشیدی و غالبیتمان را جشن می گرفتی. باز جشن می گیریم؟ برای یگان چیز دیر نشده است. آخر تو مرا خلاص کردی. متاسفانه تو را خلاص کرده نتوانستم کلیچ. تنها من تو را موقتا آزاد کردم. در دوام پرسجو از وظیفه دور کرده می شوی و همین طور جیتیم برهم خورد. آینده به قرار دادستان حربی وابسته است. اما قوت شما به همه چیز می رسد. دستتان دراز است. یگان کار می کردگیستید. متاسفانه کلیچ دهن، این دفعه به سنگی سخت برخوردی. شاه اکرم در ارتش آبروی بسیار دارد. سخنش قدر دارد و خودش با حرمت است. او را مغلوب کردن قریب که ناممکن است. یعنی چی؟ گفتنی که حبس شده در آنجا میپوسم؟ یک فایز هم باشد شانسی خلاص شدن را داری کلیچ. خب من برای آن یک فایز همه کار را میکنم. امر کنید. یگان کار نکرده با آدابانه در یک کنج میشینی کلیچ. اما این چه میشود؟ با فرهاد، گل، تحسین، چی حساب کتاب داشته باشی همش را قطع میکنی. و مانند این نفقه خور در یک کنج میشینی کلیچ. به یگان کار دست نمیزنی. گفته هایم را کرده میتوانی. خودت میدانی این زندگی توست. چیزی که خواهی برای اجرایش تیار. بسیار خوب. برای نجات دادن تو چیکاری که از دستم باید میکنم. از من خبر انتظار شد و تا آن وقت به کسی حتی با چشمی سخت نگاه نمیکنی. فهمیدی؟ نشنیدم. فهمیدم. با تو زنگ میزنم کلیچ. از من خبر انتظار شد. خوب هستی؟ باز درد کرد؟ نه تنها کمی سیخ میزنم. خوی خرید رو کمی به قفا میگذاریم. باز درد پایت بدتر نشود. بعد در توی همه کلین چلوق به دست میگویند. فرهاد کمی نجوب.
نفسم تنگ شد. من همین گردن بند را نغز نمیبینم. بستن نمیخواهم. پگاه دادرت توی دارد. مگر خلطه میپوشی؟ بسیار ناز کردی. به فکر من خیلی زیبید. به فکر من هم زیبید. این چیست؟ اگر یک زنم چی یکون رنگی دیگر نبود که رنگ به من داده است. همین هم گلسوک شد زرد. تمام دیگر تکرار نمی کنم. زنگ بزن زود. کجا شدی آرکچی؟ زنگ نزنی زنگ نزن. کفایه است. بس است. از برای خدا نوشیدن را بس تو کن. چی کار میکنی بمانده؟ نزدیک نشم. دلگیر شدم. در خانه نه راحت و نه برکت مانده است. احمقانه گپ نزده این را بمانده. آنو با تو. از تو نفرت میکنم کلیچ دهن. نفرت میکنم. بس هست. از نزدم دفع شوید احمق ها. خدایا دیگر تو باورده نمیتوانم. اوه این چی تصادفی زیباست. اپای جانان سلام، چی حال داره؟ خوبم بیاس جان، تو چی حال داری؟ خوب، ما آمادگی میگیریم. پگاه توی داره. نخود ما خبردار نبودیم. مبارک شود. تشکر. گلبیاز یک لحظه با من بیا. به تو یک سوال دارم. تو میدونی که چی کار میکنی؟ نفهمیدم. تو میدونی که این کیست؟ تو چطور با او اویله‌دار میشدی؟ او پسری کلیش دهن است. میدونم او پسر کلیج است، اما خودی کلیج نیست. او بگناه است، کاری نکرده است. انسان برای خود پدر انتخاب کرده نمیتواند. گوش کن گلبیاز، تو رو آگاه میکنم اگر با او خانه‌دار شوی. اوف، گپ را زیاد کردی. تو چی کار داری؟ پدرم هستی یا اکم؟ بیا رفتیم. فراموش نکنم با شما خوشبختی میخواهم. در روزهای نزدیک البته خوشبخت میشوید. تشکری زیاد. عیناً مثل پدرش. رفتیم. فروشنده قوطی ها را به بیرون برآوردن. این خیل نمی شود. همش را به درون درارید. فهمیدید؟ خوب شده است جناب. راستی است. یک طرف استه. در این محله ترتیبات میخوام. ترتیبات. انسان شوید. این هم دیوانه شده است. عاقبتش خوب نیست. من با تو میگویم. الو پدر، در کجایید؟ اینجا مادرم قریب دیوانه میشوند. وای با پدرت بگو برای جانان و اون جوانی بدبخت از جایم هم نمیخیزم. چی کاری باشد آمده خودش کند. من یگان کار نمیکنم میگوید. خدا جزایت را جهت هلدون. پدر با فکرم آوازش را شنیدید؟ الو پدر؟ خاموش کرد.
چراغ‌ها را خاموش کن. جزدانت را باشد بمان. نه کلیج دهن، این دفعه نه. لباسهایم را چندین بار در این جامدان جمع کردم، اما برای خاطر سبش جسارت کرده به دست گرفتن نتوانستم. من بعد بس است. تو را ترک میکنم کلیج. به این حالت نگاه کن. از گداها فرقی نداری. قوت، شان و شرف، همه چیزت رو از دست دادی. وقتی به کوچه میبری به تو با نفرت نگاه میکنم. مغلوب شدی کلیج دهن، مغلوب شدی. من مغلوب نمیشوم. این رو قبول کن. تو رو زیر پا کردم. تمام شدی. آن نفرانی که در پشتشان پنهان شدی، گروه های خونخوار، همه‌شان از تو روی گرداندند. به سیمایت نگاه کنم، نوشتجات بزرگی هجرا میبینم. اسرا بس است. من بد نه درونم و نه بدنم رو دردمند کرده میتوانی. اما مرا ظاهر کردن کلیچکی. آبرویت رو از دست دادن یا دخترت رو از دست دادن تو رو کدامی بسیارتر دردمند کرده است؟ اسرا. آبرویت نه البته، چون که یلدیز رو در اوان کودکی ترک کرده بودی. مرده است یا نمرده است مگر تو پروایی داری؟ البته که نه، البته نه. شاید یلدیز از مردنش خرسند باشد، از تو بر این پدر داشتن خلاص شد. اسرا، به تو گفتم که نامی دخترم را به دهان نگیر. دخترش بوده است. چه دختر؟ آیا با او پدری کردی؟ 2 روز پدری کردی و دختر رو کشتی. دخترت رو تو کشتی. یلدیز رو تو کشتی. تو قاتل دخترت هستی. من قاتل نیستم. قاتل هستی. نیستم. بله تو هستی. من نکشتم. تو کشتی. من نکشتم. دخترم را من نکشتم. دخترم را من نکشتم. من نکشتم دخترم. من نکشتم. Yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşı memlekete kız vermesinler. Yüksek Badilamzat, basas, man merhaba. Kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Digar to bovarda nametavonam u paçala u kajala divona kardan. جانان. Haldun? Haldun, این چی حال است؟ این چی احوال هالدون؟ پیک با تو چی شد؟ مرا به نزد جانان ببری پیک. تو و دخترت زیر زمین شوید. تو مرا در نزد مردم شرمنده میکنی. این طرف بیا. مرا به نزد دخترم ببر. با این طرف راهگر. به نزد جانان. یا خدایا. مرا به نزد جانان ببر. مایلاش میبرم هالدون. تو اینجا که میبشین بعد میبرم فهمیدی؟ بیا بشین. آهسته بشین. باید بگویم این پیک. مرا به نزد جانان ببر. با عذاب وجدان زندگی کردن نمیتوانم.
باید همه چیز را نقل کنم. باید بگویم ایپک. هالدون در پایت راست ایستاده نمیتوانی. در درون مهمانی بسیار هست. با دختر چی رو نقل میکرده باشی؟ نقل میکنم. من نه تنها دخترم را از مادرش جدا کردم، ایاد را نیز از پدرش من محروم نمودم. چی؟ پدری ایاد؟ تو چه ها میگویی هالدون؟ من کردم ایپک. من هالدون ایست. کنی نقل کن. چیکار کردی؟ نقل کن. پدری ایاد را من کشتم ایپک. من ایست هالدون جانم، تو چی گفتی؟ بازم دلت رو خالی کن. درد دلت رو گپ زد هالدون. به تو گفتم که نام دخترم را به دهان نگیر. خطا کردی. بعد در آن جای گور کردم ایپک. جان و جگرم، رفیق حربیم را با دستانم گور کردم ایپک. حمزه را من به خاک گور کردم ایپک. فهمو هالدون جان، گذشته همش در تاریخ ماند. بین امروز روزی خورسندی دخترت است. حالت رو به خانه برم، تو خواب کرده دم بگیر. بعد این رو پاگاه گپ میزنیم. مادر پدر، مادرم کجاست؟ خانه را ترک کرد. خانه را ترک کرد؟ برای چی؟ از کجا دانم حیوان؟ زنگ زند میپرسی. گم شو. ای دخترها، برای قواق کردن نشستن آمدید. کنی خسته یگان موسیقی مونید. کنی خزید رقص میکنیم. خزید همه میخزد. آفرین خزید. تو حالا ایست. با تو گپ دارم. در وقت خورسندیت میگویم.
چی میگویی؟ چی میخواهی؟ کلیچدان. بارک چی؟ همه مشکلی ها حل شد کلیچ. تو از نو زنده میشوی. چیکار کردید؟ همه چیز تیار است؟ تیار است اکا. این امروز آمد. گویا که حقیقی باشد. بسیار خوب. این طور باشد شما با مکان روید. ما در دوام نیم ساعت می آییم. این رو به گردنم بستی. قندت روزن گل، اما تو رو به جوابگری میکشم. آخر دادرت آیله دار میشود فرهاد. در حیاتت باری اول با آداب شدی. آیا بد است؟ چنین لباس به تو میزیبد. اینقدر با آدابی کفایه است. دلگیر شدم. اکا چیکار میکنی؟ انسان برای ایرانی نمیشود. می حتما باید یگون ماجرا رو آغاز کنی. زود داماد، زود. خدا. اکا با ما پول دهید. با گذشتن اجازت نمیدیم. گیریم به تو. اینش به تو. روید. اکا پول تمام شد ولی این کودکان تمام نمیشود. اکا با من دو دانه ده. دادار هم دارم. بیا اینجا بیا. نگاه کن. انا اون اکاات رو میبینی؟ گازتوک دارد. او کارگر است. پولی بسیار دارد. رو از او طلب کن. اکا کارگر با من دو تا دهید. من دادار هم دارم. ایازه حالو تو رو میکشم. خیر برای کار. چی من در بانک کار میکنم؟ من پول ندارم. مادر اومدن چیکار میکنیم؟ ای پسرم تو برای چی اینقدر هیجان میکنی؟ گویا که تو عروس میشده باشی. رفته با اپت خبر ده. من قاینی میشم مادر. اپا اومدن. دلم تز میزند. من برای چی با هیجان اومدم؟ گویا که ولادور میشده باشم. قاینی میشم. شاید برای همین باشد. بیا اپا زود رفتیم. بیا.
خود نصیب درسه görmeye Ayaz Labayaka من با اپای گلات پیشتر میروم شاید میمون ها بر وقتتر بیایند شما صورت گرفته میآید میلش خوب شده است اکا جان لیکن галстук کمی وسیع شده است آن رو باید به ترتیب دراری ای بچه اندازه پای افضلم را در یاد داری ها البته 42 با آن در پیشانیت میزنم بیرو بیرو به ترتیب درارید هالدون تو در اینجا چکار میکنی؟ رفتیم من نمیروم ایپک خود را خوب حس نمیکنم این چی گفتنی گپ است؟ آخر امروز در توی چی ها میشود نخود که به تو شود هالدون جان رفتیم این چی گفتنی گپ؟ تو حتی دیروز شب رو در یاد نداری هم مست بودم بیهوش بودم کاش که بیهوش نمیشدم جانم به تو نمیشود آخر تو پدری عروس هستی این لحظه ها رو میخواهم که ببینم زود هالدون جان جانم شیرینم اصلم رفتیم جانم خیر بعد دیدم این جوان تو حال خوب است ای بچه برخیز تو حال خوب است برخیز میگویم با توی دیر میکنی حالو هم خوب است رفته یک مقدار آب رو پر کردم تا دهانش یخ رو پر کردم از سرش سر کرده تا پایش خالی کردم چونان به هوا پرید اگر میدیدی از خنده دلت از کار میمرد خوب شد که با بالایت نافتاد با بالایم بیاید دو جهت آن مویهای خورش رو یک میکنم بعد دامادی کل شده بعد تویش میومد من از اینجا آب گیرم مایلش لیکن خنک باشد گل پولی مایده داری؟ دارم فرهاد چی شد؟ خوب هستی؟ سپارش اجرا شد تکرار میکنم سپارش اجرا شد ماشاءالله خدا از چشمی بد نگاه دارد خانم عروس جناب داماد خدا هر دوتان را قوش پیر کند خدا خرسندیتان را ابدی کند فرزندانم تشکر خداوند از همه‌تان راضی باشد اکم و اپی گل کجایند؟ چه خیل در کجایند؟ آنها همراه شما نبودند؟ نه Ayaz, akad va pay gul kujo shudand. طریق لبایز نجوم با اکم زنگ زدی؟ با خدا از تلفن ماشین زنگ زدم ولی جواب نداد فرزندانم بینه معمولی نیکو هم دلتنگ می شود زودتر نمی شود یعنی به اکم توی را آغاز کنیم این خوب نیست دامادمان هم سرناز بوده است اینها چیکار میکنن جانان به طور خود شوخی میکنن این چگونه شوخی است
چی گفت است؟ اینها برای مردن خود را آرا داده آمدن؟ برای ببین اینها دو انسانند و یک شدن. هیچ غم نیست. اینها را بیارید. بیاز برای خاموشانه به توی با من اویله‌دار شدنت تشکر میگویم. هیچ گپ نه. هم این گونهش رمانتیک است. نه، پولم به همین قدرش رسید. شاهدان کیستن؟ در وقت پیش دو کارگری که در شرکتمان کار میکردند برای کم رسمی شدنش این کارو کردم. شاهد نکاح ما بر این یتیم ها بیگانگان میشده است. به مانند یتیم ها هستیم. بیاز خواستم که این را هیچگاه فراموش نکنی. تو و من در دنیا بغیر از هم دیگر کسی نداریم. سواش تو بسیار انسانی خوبی. جانان به سرشان بلایی آمده باشد. باز نیم شب فکری بد نکن. شاید سوزشواری ماشینشان تمام شد یا چرخش کپید. مهمانان گرامی قدر، همه تا را خوش آمدید میگویم. این چی کار میکنید؟ من سخنرانی را پس از نکاح کردنی بودم، اما نصیب این وقت بوده است. مادامی که اکای داماد به مراسم نکاح دیر می آید، برای دل تنگ نشدن شما حکایه خوبی را نقل میکنم. موضوع حکایه همان داماد محترم ایاز و عائله او است. محترمه گلبیاز یلدیز؟ جناب مرا بیاز گونیول گوید. میدانم آنجا یلدیز نوشته شده است، اما شما بیاز گونیول گوید. مایلش محترمه بیاز گونیول، به فشاری یگان شخص با سوش دهان برای آیله‌دار شدن راضی هستید؟ بله البته. سالهای پیش ایاز در دهه زیبا و پرمنظره کرز زندگی میکرده است. پدر و مادرش بسیار خوشبخت بودند. چنان خوشبخت بودند که اما تقدیر یک روز به پدر بیچاره‌اش دامی خائنانه ساخته است. به اشک چشم آن مرد نگاه نکرده او را کشتند. از کجا میداند؟ برای چی این همه را نقل میکند؟ شما جنابی سوش به فشاری یگان شخص برای آیله‌دار شدن با بیاز گونیول راضی هستید؟ یگان روز شخص پیدا شده، همش را به تو میفهمونه. چقدر انسانی نیک بودنت را به تو نشان میدهد، به تو عشق، دوست داشتن و کی بودنت را میفهمونه. جنابی سوش برخیزید حیوانها، خوابی زمستانه دارید مگر؟
کلیچ. آرامیست. بله کلیچ. پیش از دویدن باید راه گشتن را یاد میگرفتید. اگر شنا کردنتان به مانند راه گشتنتان باشد حالا بسیار کار داریم. تو آدمگری هم نداری کلیچ. روبرو جنگ کردن نمیتوانی. فکر میکنی که با حیله پیش میروی تو ها؟ به حیله جنگ هم نمیشود. این را من سالها پیش یاد داده بودم اما شما استفاده کردن نتوانستید. سنگ ها را تیار کنید. از تو بر این حیله‌گر شده گشتن با شرف مردن را افضل تر میدونم. فرهاد گل، این جنگ در اینجا تمام نمی شود. برای با 7 اژدر به تماس برآمدن در دستمان تنها کلیچ نیست. من بعد با ماجراهای نو روبرو می شوید. اگر تیار باشید اول خرسند شوید، بعد برای خرسند کردن فرزندان این وطن تیاری بینید تا بازدید. خوش حاضر در همین جای این جوانی که در بری دختری یگانه هم نشسته است ایاز در چنین دامی خائنانه پدر و مادرش را از دست داد. این دام را 2 نفر ساختند. از اینها یکی نه نامش را گرفتن نمیتوانم، اما معلوم است قهرمانی وطن برای پول و مال کمبغل بیچاره را نابود کرد. ایپک خب کن دهانت را پوش. ایاز تو از اینها یکی را میشناسی، اما کی بودنی دیگرش را فهمی تمام دنیا زیر و زبر میشود. شخصی دیگر که به مرگ پدری تو سبب شده است، یعنی دام ساخته است، دوستی نزدیکی پدرت، هم سیرش هم خدمتش، شخصی که تو را به این روزها به این احوال رسانده است بغیر از جناب هلدون دیگر شخص نیست. خدایا خود این جناب هلدون باشه. میگفته باشد. پدر؟ جناب سواش، بیاز گونیال رو با همسری قبول میکنید؟ سواش چرا خاموشی؟ نه،
با تو اویلدار شده نمیتوانم بیاس. چی؟ این سخنه چی معنی داره سواش؟ چرا؟ با تو همه چیز را نقل میکنم برای اون که تو به این سزاوار نیستی. به این کارهای بدی من با تو حقیقت را میگویم. اکاهایت ایاز ایپک چی کار کردی؟ زنی احمق. زنی احمق؟ حقیقت را گفتم هلدور. قاتل بودنی تو را گفتم. قاتل پدری دامادت هستی. ایاز قسم میخورم که من این رو نمیدونستم. قسم میخورم. این درست است. از جهت خیز این همه درست است گفزن. درست است گفزن. تو شما ایاز 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 بخشایش این همان دروازه است که هر کی دل سیاه است به آن وارد شدن نمیتواند. دلی ایاز لبریزی مرحمت و بخشایش است. به او تنها اکا یا پدری باشد که راه راست را نشان دهد. مرحمت گاهی از مرشد و بعضا از خداوند می آید. دلی سوش باشد با مرحمت الهی پر شده بود. با مرحمتش درد و حسرت سالانه بیاز به آخر رسید. گناه پدر به فرزند بار نخواهد شد، نباید بار شود. ایاز هم به این باور می کند. عشق را با آسانی از دل پرداختن نمی شود. ایاز، فرهاد، آنها اکاهایت هستند. اکاهایم؟ اکای فرهادم؟ اکای ایازم؟ Aşan bilir karnıdan ardını, çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül kaça aldın aman 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 aman. Gülün ardını, gülün ardını, gül alıp satmanın aman 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 ey. Zamanı değil, zamanı değil. Bülbül kaça aldın aman 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 aman. Gülün ardını, gülün ardını, gül alıp satmanın aman 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 ey. Akay Farhod! Zamanı değil.
akay Farhod. Akay Ayaz. Selvinin dalları boyundan uzun, yavrular gözünde bir salkım üzüm. Koharaton beyaz hastım. Ölmeden görseydi aman aman aman. Man beyaz Gunyo. O yari gözüm, o yari gözüm. Koyun kuzu kurban aman 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 ey. Olur bir zaman, olur bir zaman. یافتم شما را اکاهایم. یگانه چیزی که به ما لازم است این مرحمت است، مرحمتی بی اندازه خداوند. اگر او خواهد کوهها یکسان می شود، اگر او خواهد دردها شفا می یابد، او خواهد قلبها با هم می پیوندند. تنها ما باید کوشش کنیم که دلهایمان پاک باشد. رحمت خداوند بی اندازه است، می تواند همه را فراگیر باشد. Sefine gar kondu dert deryasına, sahrayı sinemi sel aldı gitti. Sefinem gar kondu dert deryasına, sahrayı sinemi sel aldı gitti. Hasretkeş olmuştum